Bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Shu o'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam ای حاجی ها، ای حاجی ها، نور الهی از شما. ای حاجی ها، ای حاجی ها، بوی محمد از شما. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما. امروز ما برای پیشواز گرفتن دو حاجی، حاجی بابا، حاجی بیبی، امروز که از زیارت کعبه الله برمیگردند، خورشید حاجی بابا را، محب حاجیانه را که استاد عزیز ما هستند،
برای پشواز گرفتن آنها با چنین کیفیت اعلی با چنین اتمسفر البته حاضر هستیم همراهی فرزندانشان تشکیل کردن. بگذار هر یک پدر مادر لایق این خیر روزهای خرسندی شوند. آن نفرانی که در قلب آرزو دارند رفته دیده زیارت کردن خانه خدا را خداوند کریم با آن آرزوهایشان رسیدن عملی کند. با ما باشد، با شبکه شهنان ما تیار هستیم. عمر مبارک. السلام علیکم خواهرای شیرین. منم هون امروز جمع شده ایستادم برای دادر من خورشید جان کلمالله محبت اولاد لمیدوفا جبار با من هون شده ایستادم هوایه برای پیشواز گرفتن. الهیم اکو حج بر رفتگیاشون با درگاهش قبول شوه. الهیم من ساق رفتن سلامتکک آمده خونیکاشون بر رسن. الهیم مهان من همه آدم زیارت میکنیم گفته هم یکمون همه امیدکتی شیشتیم. الهیم خدا همه روزکا بر رسونه. الهیم پروردگار هم ماهاتون پیر بدوله شده قوشه پیر شده یا رکاتون کتی رفته و حاجیانه یا حاجی باش شده بیا. الهی حضور حلوات بچکاتون نبینه. الهیم خدا دنیا کمونه تینچ کنه و همه دیلش به چه او ارزو داره همه او ارزو یکش برسه. الهیم همه یا پیر کنه بدولت کنه. الهیم بچه دار چقه دار همه پشتکام بمونه. الهیم هم یکاتون همه هونم اکو ساق باشیم سلامت باشیم. تقدیر که داشته خدا خود نیت کدگیم رفته میبیم. خدا همون روز برسونه هم یکمونه ساق باشه سلامت باشه. الهیم هم یکتون رحمت کلون بچم رحمت حاجیانه حاجی باید قبول کشتیم دیگه قبول کده شتیم پشتی بچه یکاشون گلناره فرخ جان رحک دور بینو من همین نیت کده مادراشون فرستوندن حرمت و عزت کده. الهیم و یکایم خدا حرمت کنه عزت کنه و به مراتکای مقصدشون رسن. من همین خیل و ایم بیان اینجا قوشه پیر شوم پیر بدرشته حضور حلوت خونه جای بچه هاشون بینن. الهیم پروردگار چه دلکاشون با امید دارن امیدکاشون برسن. الهیم الله اکبر. من همین قد یک بسم الله الرحمن الرحیم. مورک بود امر خیر تنی صحت یکدیگر اونی کنن اوسی کنن کوشاشون که تو خوش پیرشان پیری به درد به غم به شکست به آفت گردن. کشاده بود این درگاه به حق اشهد ان لا اله الا الله محمدم رسول الله. خداوند پاک و پروردگار محبه هایم ساخت سلامت به درد به غم به شکست به آفت کوشش که تو خوش پیر شده گردد. سفرش به خطر شد ساخت سلامت در آمدکک بیاد. حجش قبول شود قبولی درگاه شود. خداوند همینجا آمین گفتگی و هم موتون چی مراد و مقصداتون باشد حاصل شود. ماه شریفی رمضان مدد و مروت کنند. ماه شریفی رمضان ارنز رحمان آمدن سوم او در مومنان 30 روزه مهمان آمدن. از بخارای شریف یک ماهی تابان آمدن. ماه شریف رمضان زیغم برارت همه را از مغفرتی چشانت همه را. سال دیگر همه را رسانت همه را. سالی نو شد قادرا ما سیل صحرا می رویم. غنچه گل شکفت از ما تماشا میکنیم. اندر بلبلان اندر قفس نالان به مکتب می رویم. با دوزان و ادب تکرار قرآن میکنیم. سالی نو شد ای خداوند پاک و پروردگارم ماه شریفی رمضان ز غم برارت همه را از مغفرت
و چچانت همه را تا سال دیگر رسانت همه را همه به در به غم به شکست به آفت گردد خاندان همه به فیض و برکت خیر و برکت ماه شریف رمضان مدد و مروت کند موی به آی ساخ سلامت خوشی شکت خوشیکک درآمده بیاد و به درد به غم به شکست به آفت گردد گلنار آیم رهی دور به ساخ رفته سلامت بیاد جای منزلش مدد و مروت کند نصیب و روزی کند جای منزلش به پایان شد بچه کاش کلان شود دخترش توی کند پسرش به کلین بیارد همه به مراد به مقصد رسد خوش آمده هم یکاتون نوری دیده تاج سر روی ارواح بیه که مدد و مروت کند روی ارواح داده که مدد و مروت کند سلامت درآمده بیان درآمده بیان کسب کارتم خدا برکت دهد پول جانتم خدا برکت دهد یافتگاتم روز نیک بنهاد همیشه بی‌درد بی‌غم گردیدم آزاد جان بی‌درد شود بی‌غم شود فرخ جان بی‌درد شود بی‌غم شود هم یکاشون فرخ جان هم سلامت بیاد بچه کاش با بار نخند سه کاش پول شده بیاد تنش صحت کند دلش بیوش کند چشم کاش نمه نبیند دستش درد نبیند دلش غم نبیند ساق رفت سلامت بیاد حضوری بچه کاش بیند بچه هاش که خوش پیر شده پیری بیدرد و بیغم کرده خدا چایتون اخره رسیم بخزه من bir oda boş hoşum. هیجان نیست بسم الله خالص نیتم همراه نصیب ایلس الله آنم خواجه
چقدر که چون آتم خواهد السلام علیکم حاجی بابا حاجیان معلمه عزیز زیارت کعبه الله مبارک شد از امروز معلمه حاجی معلمه شدن خوش دوکی ما حاجی بابا شدن زیارت کعبه الله مبارک امروز تا صبح سحر کافتم شعر گفتم برای هر دوی شمایان که از زیارت خانه خدا برگشتید برایتان ای حاجی ها ای حاجی ها ای حاجی ها نور الهی از شما ای حاجی ها ای حاجی ها بوی محمد از شما مکه مدینه رفته اید کعبه زیارت کرده اید مهمان الله گشته و پاک و مصفا گشته اید آب زمزم نوشیده اید مقام ابراهیم گشته اید صفا مروه رفته و امر خدا را کرده اید ای حاجی ها ای حاجی ها نور الهی از شما زیارت کعبه الله مبارک باشد هر آن نفرانی که مانند شما البته مهنت های حلال کرده فرزندها را با وی رساندن و این خیلی روزهای خرسندی و این خیلی زیارت مکه الله رفته آمدن نصیب کند همیشه در سر تمام اهل اولاد در سر دهه ما سایبان شده صحت سلامت گشتنتان نصیب کند زیارت خانه خدا مبارک روز خرسندی را مبارک باد میگویم بس که همراهی فرزندان نیستند دو فرزند شما که در مسافرت هستند از نام خواهر عزیزم نثار کدایتی از نام فروخکه که در مسافرت خرسند هستند که پدر من شاخسپون من حاجی بابا شدند مادر مهربان من معلم اولین من امروز حاجیانه شدند
همیشه صحت سلامت در سر ما گردن گفته دعا میکنند. از نام فرزندان شکرگزار هستیم که شما هستید. حاضر باشد عمرانه خواهر عزیزتان میخوان یک تا خوش آمدید کنم برای شما در روز خرسندی تبریک گویم. مرحبا. سفر برفته که بچه کم ساخ رفته سلامت بیان بچه کشون خور نخلا ها جانه حاجی باش نگاشون و ابدی شود دلویکم با هرچی کلام بگو خدا میسر کند رفت سفر برفته که بچه کم سفرش به خطر شده ساخ رفته سلامت بیان همینجا آمین بوده دست بلا قدکی باشه چی مراد و مقصداتون باشه حاضر شود پیرها به ایمان محمدی تیاد یاشکو به عمری دراز تیاد به درد به غم به شکست به آفت کردیم ماه شریف رمضان مدد و مروت کنم و خاندان همه خیر و برکت فیض و برکتیان بسم الله الرحمن الرحیم ماه شریف رمضان از نزد رحمان آمدن صومی در مومنان 30 روزه مهمان آمدن از بخارای شریف مگ ماهی تابان آمدن ماه شریف رمضان هم برارت همه رو از شربت مغفرت چشانت همه رو و تا سال دیگر هم رسانت همه رو سال ماه شریف رمضان رفت در خونها گیره کنیم زی رفتن ماه شریف تسبیح و تربیح و دعا رفت در بسم الله الرحمن الرحیم سال نو شد قادران ما سر صحرا می رویم اونجا گوش گفت است ما تماشا می کنیم با دوستانی ادب تکرار قرآن می کنیم خداوند پاک و پروردگارم همه‌تان چی مراد و مقصداتون باشه حاضر شود خاندان همه‌تان خیر و برکت فیض و برکت یاد سفر برفته که بچه کامو ساخ رفته فرخ جان ساخ رفته سلامت بیاد گردان رای نصیب ریاضی کند اولیه کش و تقدیر نصیب کند مبارک باشد. حاجی بابا شما هم دوی نکن السلام علیکم همه برای من عزیز انسان ها همه کتون برحمت منم محمد تحصیل کردیم در خونه خدا برفته تواف کرده قرائت کرده زیارت کرده اومده الهیم هم یکتون همه روزا برسونم هم یکتون همه روزا برسونم رفته زیارت کرده بیه مکتی لویا دور زده چین یا تو که داره نیتکتون اجابت نشده برای هم موقتون من نیت کردم برای هم موقتون دعا کردم کسانی تمامی اهلی سمرقند و اهلی آهلیک و دعا کردم اگر خدا با طوری آمده باشه الهی اجابت کردم
همه خیلی تاثیرات های من جدایم بلند این خیلی حسیات خیلی تاثیرات من من سنی 60 گذاشتم این خیلی تاثیرات حالی حس کردگی نبودم یک جهت زور فکره همین دوری کباتیله برای دور زدم چقه نیت چقه که دلتون با آرزو حواس است میگه خودی فکر میکنه که همون آرزو حواساتون همون روز اجابت شیسته هر روز یک کاری اساسی همین بود 7 مرتبه دور زدن کباتیله ما 3 روز مدینه شدیم روزه محمد پیغمبر را زیارت کردیم 3 روز اونجا چقدر تلاوت کردیم این 7 روزی موندگی مکه مکرمه با اومدیم خونه خدا بعد هر پگاهی کاری اساسی من همیشه که سحر وقت هم سحری ساعت 2 بخسته نیت کرده سحری میخوریم و رفته تو 7 مرتبه چه نبیم اگر هم روز یک چیز گم کردی برای عادت شده مونده اگر افتی همونجا حضر کرده میگم که با اگر 10 روز دیگه بیستادیم اگر همینا بریم به خواب شده میمودیم عموما با خواب نیست همه خیلی مسلمان آبادی عموما بهکار آدم نمیبینه همه وقت دستاشون با کتابچه‌های قرآن سراغای قرآن همون پول مشتگیش هستن وی اوقات میکشتگیش هستن وقتی خالی افتن البته قرائت میکنن و یک حواس کرد یک تاثیرات های کلام کردی اومد که دیگر رای نمیدونم الهی همین یکتون همه روزکو برسه دستون خدای مهربان آمین روح ارواحی گذشتگی هایم خاطر نمیبرار آدم تلاوت میکنم از گذشتگی های آیتملام یا خواهر و دادرای خود و آچیل و مکشه هم موشونم نماشون با من عمره کردم که احمد یک قطره پوش سوابش هستم رو ارواحشون یور شود آخرتشون خوشدگی باشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من المجد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك یا رحمت الراحمین بسم الله الرحمن الرحیم بخشیدم همین آیات های قرآن برزاگی حق تعالی و جمعی پیغمبران سرور دو عالم محمد صلی الله علیه و سلم و بخشیدم هدیه کردم 4 یاری با صفا و بخشیدم هدیه کردم صحابه و شما بخشیدم هدیه کردم روح ارواحی پاکی پدر و مادران بخشیدم هدیه کردم پدر و مادران بخشیدم هدیه کردم جمعی امان امیدوارکا بخشیدم هدیه کردم پروردگار غرق رحمت شایسته جنت احوز کفصد سراب و سرقین کده حرق مملکی جوان زده گشتگی باشم پروردگار بندم گفته محمد پیغمبر امتم گفتگی باشم بسم الله الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین همه راحمین موندگی و رفتگی ها با یمانکاشون همراه کنم موندگی ها با همهاتون با صاحب سلامتی تنجون ممنون برکی آبی رمونتیه هم میکاتون با رحمتی کلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین الله
خوش آمدی همه یکمتون بر رحمت خوش آمدی نوری دیده تا جیسا رحمت خوش سید آمدی شکر دکنه دره همتون بیه حسین عثمان جان یک تا دره یک پیاله چای چیز ما بخواه هر کی دارد عزت مادر پدر، نخل باغی زندگیش آرد ثمر. تا دمی که خود باشد والدین، چشم دل مسرور و خوشبین اینقدر. بیننده های عزیز، امروز ما حاجی بابا، حاجی بیبی را پیشواز گرفتیم. همراه شما هم به هم دیدیم. اشک شادی شد، خرسندی و شادی آور است. البته به استقلالیت وطن عزیزمان چشم نرسد. این خیل آبادی آزادی وطنمان همیشه باشد. در روزهای خرسندی البته این خیل حاجی ها ارزنده و زیبنده هستند. با ما باشید با شبکه شهنان. در این خیل روزهای تاریخی شمایان ما در خدمت شما هستیم. رحمت.